استراتژی ساده برگر کینگ که اون رو تبدیل به بزرگترین رقیب مکدونالد کرد. برگر کینگ 15 سال بعد از شرکت مکدونالد تأسیس شد و زمانی که شروع به کار کرد مکدونالد صدها شعبه سراسر آمریکا داشت. برگر کینگ این عقب افتادن رو با یک استراتژی ساده جبران کرد. یکی از مهمترین تصمیماتی که شرکت‌های زنجیره‌ای باید بگیرن اینه که مکان شعبه‌های جدیدشون دقیقاً باید کجا باشه که هم بیشترین فروش ممکن رو داشته باشن و همین که اون شعبه ورشکست نشه و به اعتبار اون برند آسیب وارد نشه. و تمام برندهای بزرگ جهان میلیاردها دلار هزینه تحقیقات و آزمون و خطا میدن تا این لوکیشن ها رو پیدا کنن. برگر کینگ زمانی که شروع به کار کرد هیچ جایی برای آزمون و خطا و هیچ بودجه‌ای برای تحقیقات نداشت. به همین خاطر تصمیم گرفت که مو به مو تمام روش‌های فروش مکدونالد رو کپی کنه و از اون طرف تمام شعبه‌های جدیدش رو هم دقیقاً روبروی شعبه‌های مکدونالد تأسیس کرد. چون میدونست همین الان مکدونالد تمام آزمون و خطاها رو انجام داده و بهترین لوکیشن ها رو در جاهای مختلف آمریکا پیدا کرده و اون لوکیشن هایی هم که به اندازه کافی خوب نبودن در طی این 15 سال حتما ورشکست شدن و به این استراتژی در بیزنس میگیم best practice. best practice به ما میگه که هر مشکلی که شما میخواید حل کنید قبلا رقیبان شما، افراد باهوشتر از شما اومدن کلی آزمون خطا کردن، هزینه کردن و اون رو حل کردن و نیازی به دوباره کاری نیست، نیازی به خلاقیت شما نیست. کافیه تعصب رو کنار بذارید و برید از اونها یاد بگیرید.